درباره چیو گپ زدیسته بودیم؟ زندان ها، یعنی که زندان ها این چی زندان است که هر سال رحمانوف عفو میکنه اما خالی نمیشه، باز هم قدر پر عفو میکنه و باز زندان میکنه. این چی بیزنس است اصلا؟ رحمانوف یک روز به خاطر منفعت حفظ قدرتش زندان میکنه و روز دیگر به خاطر منفعت حفظ قدرتش آزاد میکنه. با بپول آزاد نمیکنه آخه. نه درسته، بپول آزاد نمیکنه. اون هم به خاطر حفظ قدرتش یک انسان هم بیگناه میبره زندان میکنه، از اون احساس خطر داره. او را سلفی و وهابی و نمیدونم شیعه و سنی و تبلیغی گفته و اخوانی گفته میبره زندان میکنه، یا که افراطگرا و تروریست 24 و نهضت میبره زندان میکنه. از اونها ترس داره و او را زندان میکنه که تا که دیگران را بترسونه. اون هم زندان کردن او به خاطری که خطر در قدرت این، خطر در کرسی این ایجاد نشود، پرابلم نشود. به یک ساده تر گپ زنم، خیلی عادی. از اون مردم میترسن، از یک انسانی سخن آزاد میگه از اون میترسن، یا را میگیره همون زیر دستاش میبرن، یا را زندان میکنن تا که قدرتش حفظ شود، سر صدا نشود. یک ژورنالیست باشه، یک مبارز باشه، فرقی نمیکنه، به خاطر حفظ قدرتش را میبره زندان میکنه. یک روز دیگره که موقع معین است، موقع مشخص است، در اون موقع همه طلبات این مردمی است که گناه ندارن میبینن که مراجعت زیاد شد، یک باره میگن که پیشوای ملت، این وطن فروش نامحترم امام علی رحمانوف این قانون عفو برآورده است و امسال میبخشه. تصور کنین. اون هم به خاطری که این مردم به خودش جلب کنه، یک روز زندانشان کرد که قدرتش حفظ شود. امروز اینها را رها میکنه، آزاد میکنه به خاطری که بازم قدرتش حفظ شود. یک آدمی که از زندان بیرون شد، در اونجا پدر و مادرش چی توصیهش میکنه؟ در اونجا پدر و مادرش چی توصیهش میکنن؟ بچه اینا خدا را شکر که از زندان اینا نامحترم امام علی رحمانوف وطن فروش تر آزاد کرد. اینا آزاد شدی، بچه ما که دیگه به هیچ چیز کاردار نباش. یک عمر او پدر و مادر در حق رحمانوف دعاگو هستند، یک عمر او دیگر فقط نمی آب دیدهشون میریزه و فقط خداوند تر 100 ساله کنه و 1000 ساله کنه، همه اون تا به خاطر حفظ قدرت شد. و اون کسایی که خلاصه از زندان برادرش یا که فرزندش یا که پدرش آزاد می شود، دیگر اون خانواده کاملا همین طرف، فقط همین طرف قبلهشون می شود. این هم به خاطر حفظ قدرتش است. زندان برای رحمانوف فقط یعنی نگاه داشتن سلطنت، نگاه داشتن قدرت و نگاه داشتن انمون منصب و کرسی و گفتی همون معیوب لایشون نگاه میکنن. ببینین آقای اشرف، یک انسان بود در شناسی ما هست، در او عفو بچهش $5000 گفتن میاریم میبروریم. زنک بیچاره از همون چیش موندگی، از مادرش موندگی نقره و تیلا و همه را فروخت، 5000 جمع کرده نتونید. خونه ما اومد، مادر مرا گفت که بتی خیمه هم نداشتم که بتیمش، گفت که پول جمع کرده استم بچه ما از زندان برورم. تال بید از کوچه اومده، تال بید که تا $5000 جمع کنه. جمع کرده نتونید، بچهش در عفو نبرومد. ولی با این عفو ده که باز هم تکرار شده است. چی به مقصود ابراهیم مفاهنه میبخشن؟ مثال چی به مقصود آنها میبخشن؟ چی به زید سعید و فانا میبخشن؟ زید سعید سلفی نبود. نه من اینجا اون کسایی که اصلا هیچ گناهی ندارن، یک روز زندانشون کرد به خاطر حفظ قدرتش، دیگر روز اینا رو آزاد میکنه بازم به خاطر حفظ قدرتش. بیزنس یک روز قانون عفو میبره و چند نفر دیگر اینجا میروند
رشوت میتین پورا میتین که یک کار کنن همه بچه ما در همو امیسی داخل شود. فهمیدی؟ اینا همش بازی های سیاسی رحمانوف رای. چرا مردم درک نمیکنه آقای اشرف؟ چرا مردم نمیره درک نکنه؟ مردم شعور سیاسیشون پایانه برادر. مردم باید این برنامه ها را گوش کنه که چی گپ اینجا. مردم باید ما بشینیم هر روز خطی مردم باشیم گپ زنیم. مردم بشناسه که چی گپ رفته ایستاده است. مردم در پیش روش یک کار میپرتاین سرش خم میکنه یک بروش میکنه که یا ما گذشتگی ای جدر میکنه که اویلک میگیریم. او چی گپ او چی ده او فکری وای که در دنیا چی گپ رفته ایستاده است. رحمانوف چی برنامه کشیده ایستاده است. میگه من با سیاست کار ندارم. نه که در بالای ما تو بگیم که اونو برنامه را میکشن، اندازه بگیم که موی سرمون چند باید باشه، اندازه پای افضل چند باشه، اونو می نویسن ما قبول کرده رفتن میگیریم. مردم امروز ما و شما باید با مردم باشیم در افیرها، دیگر مردم را بفهمونیم. اون جوان مردا بالای اونها قرض و فرض است که این برنامه ها را گوش کنن تا که فرهنگ سیاسیشون بالا بروه. چرا مردم نمیفهمن؟ داخل زندان شدگیان همش بعد از برآمدن با درسی هستند و آزاد هستند، میتونن گوش کنن، میتونن داخل شوند، میتونن پینه روشنیشون هم گپ زنن، میتونن نمیدونم کامنت بنویسن، حداقل آبونه شوند، دستگیری کنن که همون انسانی که میدونه ناعدالت ناحقیقت ترمشید 3 سال 4 سال ناحق شیشت، بعد یو 5-10 هزار دلار دادن ناحق برآمد، بعد پاسپورت کرد گریخ رفت روسیه، اما او خاموشه، او هم نمیفهمه. همین روسیه را کو نیمش زندانی های همش 3 سالی هست. ببین او چی به نمیفهمه؟ او در یگان دانشگاه خوندگی، سیاست خوندگی، او در یگان جو این مسیری که ما رفته ایستادیم، این راه که ما رفته ایستادیم، این راه یگان ما رفته بود. او را قپیدن بردن زندانش کردن، هیچ چیز نمیدونن. جوابش دادن، راست بلیت گرفت اومد روسیه، در یک جا خم خورد استرای کرد. حالی هم نمیدونن. برای چی ترماشید، برای چی برآمد، حالی هم نمیدونن. اونها باید در این برنامه ها شرکت کنن و کسانی که این برنامه ها را میشنون اگر خودشون کر میگیرن، اگر چشماشون کور میگیرن و اصلا فقط بگیم هم یک کینو و تماشا میکنن و میگذرن، فردا در روز قیامت از اینها پرسیده میشه و برادر این شوخی نیست، این جدی ما گفته ایستادم. در روز قیامت از این چشمت پرسیده میشه، از گوشت پرسیده میشه. چرا اون برادر این گپای حق به شما میرسون، از در تا شما را میومد ایجا اوس نمیبرون؟ چی به؟ میترسیدی؟ از کی میترسیدی؟ از رحمانوف میترسیدی؟ چیکارت میکرد؟ میکشتت؟ زندانت میکرد؟ اگر بالاخره رحمانوف تو را میکشت، بالاخره تو پیش ما می اومدی کو؟ چرا ترس رحمانوف بالاتر از ترس ما بود؟ چرا پروای رحمانوف بالاتر از پروای ما بود؟ در حالی که ما برای شما گفتگی بدم که ای مردم، هر جایی که شما سخن حق میشنوین به دیگران برسونین. پیغمبر خدا توصیه کرد، آیات های قرآن نازل شد، اینها به شما هیچ ربطی نداشت. آیت قرآن است که در روز قیامت چشم گویا می شود، زبان گویا می شود، گوش گپ می زند، پاها گپ می زنند، دست گپ می زنند. اینو کس کنیسته که ما بگم که همه آدم خیلی سرش ویرون شده که قرآن میگه. اون چیزی که قرآن در این باره گفتگی است، سخن اون کسی که ما و شما را آفرید، اون کسایی که به او خدا ایمان دارن فراموش نکنن که در قیامت زبان گپ میزنه، گوش گپ میزنه، چشم گپ میزنه. اینها هر یک کدومش مسئولیت خودشون دارن. ما یک زمان درباره شکر گپ زدگی بدیم که شکرانه کردن مبارزه هست. چگونه؟ اصلا بگردیم شکرانه کردن چی معنی داره؟ قدردانی کردن نعمت. چشم نعمت هست که چشم انسان نعمت است، گوش انسان نعمت است، بینی انسان نعمت است، زبان انسان نعمت است، دندان انسان نعمت است، یک مجه زدن انسان نعمت است.
شما همین چشمتون به قپم بستین بالاخره همون جید کسی که یک بار خم میخوره میره و کو یک بار همین بالای چشم وقتی که میبینی خشک میشه و همین یک بار مجه میزنه آدم همون جید کسی یک بار میبرویه همون جره همون خیلی باز روحانی میکنه. یک مجه زدن انسان نعمت است. اگر رفته و که انسان مجه نزنه همین خیلی هوا برسه چشم انسان خشک میشه و میفهمین؟ حالی که با این در داخل این حکمت های این نعمت ها گپ زنیم یک موضوع خاص است. منظور گپی من این است که انسان باید قدردانی این نعمت ها را بکند. شکر کردن این نعمت ها قدردانی کردن است. چه خیلی یک انسان قدری همین نعمت هم میدونه. ایره تو برای ما را پدرکه کردی، قدر این نعمت این است که ایره باید ما برای خاطر نوشتن در ورق باید ایره استفاده برم، نه این خیلی به هر دستا بقبل و تنه دیوال بشکمش. اگر میگو که اشورو صدقه همی پدرکه مکنه تره بچه ما تره یک تحفه دادگی هستم تیره ما گفتم تو بچه بسوادی گاه می نویسی می خونی خیلی طرفی ما یک تحفه بگیر یک پدرکه تو اصلا ایره در دستی کودک چودک در تای پا و ای در سرش یک شریک داره اوش هم غلطیدگی کار نمیکنه خودت میگردی میگوی که صدقه همو پدرکه نه ایوده من خودم میگرفتمش همو آسانتر بده بگیم که به ما را خوب آسانتر میغلطیم. من ایره قدردانی این نعمت که برای ما دادیش نکردم. همین بود خداوند وقتی که برای ما و تو چشم دادگی هست میکروفونشو خاموش که من خلاص میکنم. همین خیلی که این خداوند برای ما و تو چشم دادگی هست قدردانی کردن این نعمت استفاده بردن این چیز در جای خودش است. زبان است باید حق بگوی، گوش حق شنوید. از تو که اوس نبرومد در تو بند ماندگی است. تو بفهم که نسل هستی که رسالت پیغمبر از تو دلش رفته نمیتونه. نیکی من امیدوارم که در بین این مردم جوان مردای پیدا میشوند که رسالت حق گفتن از دیگرها به ما رسید، از ما برآمد به دیگرها رسید و انشالله که دیگرها هم ما مثل ما و شما اگر چند که مخفی هم که باشند به دیگرها میرسونند. در دین روز فکر میکنم دین روز ما از منطقه من یک شهر دورتر رفته بودیم استقلم ده بودیم در یک رستوران دور آمدیم یک نان خوردیم اونجا یک دو بچه تاجیک دیدیم خیلی جوانای با سواد جوانای با فهم الکی در سیاست گپ میزنن اینو تغییر کردن. برادر گفت شما را گوش میکنیم حق میگین ما با شما هستیم با شنیدن این سخنهای شما ما فکرها عوض شده است. اول ما خیلی فکر نمیکردیم دولت سیاست این گپا نبوده لیکن روز تا روز اینها عوض شدن. این زحمت های برادرای مبارز بودن. خب برادر اصلا شما دوام بتین ما وقت شما را من نمیگیرم. خب با این برادر سلیم مهاجر مسکو سخن بتین اینا صحبت کنم.